روز زمستونی با من پارمیدا خیلی خوش اومدین. صبح ساعت 8:30 از خواب بیدار شدم و آماده شدم برای اینکه برم کلاس شنا. من هر موقع بیدار میشم عادت دارم که چند قلاب آب ولرم بخورم. بعدم که روتین پوستیمو انجام میدم. خب بچه‌ها، چون که این ویدیو برای چند ماه گذشته است، من پوستم تقریبا جوش نداره، ولی خب تازگی ها دوباره جوشام ریخته بیرون، چون که خیلی استرس داشتم و عصبی بودم. به خاطر همین جوشام زیادتر شده و روتینم هم کلا ادامه ندادم، چون که تأثیری نداشت. اینجا هم که مسواک زدم و بعدش هم رفتم سراغ صبحونه، نون و پنیر و گردو. بعدش هم که حاضر شدم موهامو درست کردم. الان نگاه میکنم چقدر موهام کوتاه بوده نسبت به الان. خدا رو شکر رشد موهام خوب بوده. البته ریزش هم داشتم این چند ماه، ولی خب با استفاده از ویتامین ریزشش بند اومد، خدا رو شکر. چون که میخواستم برم استخر آرایش نکردم و فقط از این کرم مرطوب کنندم استفاده کردم و یک کوچولو هم بالم لب زدم. بعدش هم که وسایلم رو جمع کردم که آماده بشم برم استخر. اینم مایوم، توی اینم وسایل آرایشمو میذارم. لباسم رو پوشیدم و ماسکم هم زدم و مانتومم پوشیدم. اینم منیزیومه، پودر منیزیوم که برای جلوگیری از گرفتگی رگ‌ها استفاده میکردم، خیلی هم خوب بود. سوار تاکسی شدم تا رسیدم استخر. اینجا از استخر برگشتم، هوا بارونی شده بود، خیلی باحال بود. بعدش هم کلی دست فروش جلوی مترو بود که داشتن ماهی و گل میفروختن، چون که نزدیک عید بود. خیلی باحال بود حالا هواش. سوار مترو شدم. اینجا میخواستم پاستیل بخرم که چون خانم جوابمو نداد پشیمون شدم. یه کوچولو توی مترو آرایش کردم، میخواستم برم پیش دوستم. بعدش هم رفتیم از این خنزر پنزر فروشی ها، از این اسلایم ها خریدم. لیفای بامزه ای داشت ولی نخریدم. بعدش هم که رفتیم لباس فروشی، لباس خریدم. جاتون خالی بستنی خوردیم. دوتاری ملیزادو رو خریدم 200 تومن، خیلی قیمتش خوب بود. بعدش هم رفتیم غذا خوردیم، پیتزا. جاتون خالی. اینجا هم احساس زیبایی میکردم. اینم یه نما از آسمون خوشگل اون روز.